سلام علیکم دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال شهناز میدیا. امروز میخواهیم درباره یکی از هنرمند مشهور ترکیه که در فیلم دختر دهاتی با نام گل مشهور است برایتان معلومات پیشنهاد نماییم. به کانال ابونه شدن و گذاشتن لایک را فراموش نسازید. گیزم کراجا 7 سپتامبر سال 1992 در ترکیه به دنیا آمده است. محیط عائلویشان خیلی عادی بود. گیزم قدش 170 سانتی متر، وزنش باشد 55 کیلوگرم می باشد و موهای درازی دارد. در آینده گیزم هنرمندی امیدبخش و موفق ترکیه شد. مادرش منور از آلبانیا بوده، پدرش باشد در یونان به دنیا آمده است. گیزم به نزدیکی 28 ساله می شود. او زبان انگلیسی را خیلی خوب می داند و میان مردم یک از انسانی دوست داشتنی است. پس از به دنیا آمدن گیزم عائله‌اش از ترکیه می کوچند. چند مدت در ایالات متحده امریکا زندگی نمودند. سپس آنها در کانادا جای گرفتند. پس از 7 سال گیزم با عائله‌اش به زادگاهش ترکیه برمیگردد و در یکی از مکتب‌های ابتدایی همینجا تحصیل را آغاز می نماید. پس از ختم مکتب گیزم حجت‌های خود را به دانشگاه فاکولته سوسیولوژی سپرد. در این مدت او زبان فرانسوی را می آموزد. سال 2011 در آزمون میس ترکیه سزاوار جای دوم می گردد. گیزم چهره زیبا و جذابی دارد که به وی امکانیت نمی دهد که میان اکتریسه های ترکیه بی بهره ماند. هواداران زیادی هنرش را دارد. وی با هنرمند برکام اکتایم که همراه در سلسله فیلم ترکی من تا حال امیدوارم نقش بازی کرده بودند. بین آنها مناسبت های جدی به میان می آید و بعدا آنها باشد از هم جدا می گردد. گیزم بعدا چندین بار با صاحبکار جوانی موفق کمال اکمکچی وا می خورد. کمال خیلی گیزم را دوست می دارد. با گیزم نیز کمال خیلی معقول می شود. آنها تصمیم عائله‌دار شوی را می کنند. پدر و مادر گیزم نیز به تصمیم گرفته دخترش ارج می گذارد. گیزم عائله‌دار می شود و در شهر ازمیر زندگی می نماید. او آرزوی به زودی مادر شدن را دارد. بهار سال 2017 از چی باشد هنرمند جراحی زانو را می گذرانند که این جراحی با موفقیت انجامید. برای باز هم سلامتیش، برای بهبودی سلامتیش گیزم برای استراحت و فراغت به بحر با همراه شوهرش می رود. گیزم خیلی دختری پرهنر است و قابلیت نوشتن سیناریو را دارد. بسیار کتاب ها می خواند، به ورزش تنیس مشغول می شود، می رقصد، سیاحت بسیار می کند، اسب سواری می کند. معروفیت هنرمند میان مردم بیشتر در 2 فیلم پیدا شده است: چرنیا لیوبوف و ولیکالبنیا ویک. فیلم هایی که در آن گیزم نقش آفریده است: سال 2011 در فیلم ولیکالبنیا ویک، سال 2013 در فیلم اومینیا یشو نادژدا، سال 2014 در فیلم دروینسکایا کراساویتسا. باز خودی همین سال در فیلم یا люблю тебя мой мужчина.
از سال 2015 تا سال 2017 در سلسله فیلمی چرنه لیوبوف، سال 2016 در سلسله فیلمی اولیتس استانبول، سال 2017 در فیلمی بوریا ونوتری منیا، اینچنین باز همان سال در فیلمی I Love You Too نقش آفریده. سال 2018 نیز در یک سلسله فیلم دیگر نیز نقش آفرینی نموده است. گیزم وعده داده است که بعد از اویله‌دار شدن نیز کسب هنرمندی را ترک نخواهد کرد.